Ahoy, everyone! Welcome to Tokyo Disney Sea. سلام، چطورین؟ آماده شدیم امروز داریم میریم یه جای هیجان انگیز. کجا؟ دیزنی سی. اینجا فروشگاه های دیزنیه واسه اینکه کلی بتونی اکسسوری بگیری واسه اینکه باحال باشه و خیلی هم طرفدار داره توی ژاپنی ها، خیلی زیاد استنک ها و لباس. الان ساعت 11 صبح و این همه شلوغه، یعنی خود ژاپنی‌ها ساعت 9 که در اینجا باز میشه یا حالا توریستا از همون موقع میان اینجا که به همه بازیاش برسن، چون بازیاش صفیه، بازیایی که مثلا این خورده هیجانیه صفاش هم طولانیه. من ساعت پیش اومده بودم، الان ترمی که می‌خوایم بریم سوار شیم 3 ساعت صفش بود، حالا الان زدیم 90 دقیقه است. بریم ببینیم که چطوریه. بچه اینا بلیت VIP دارن، کسایی که بلیت VIP دارن میتونن که بدون اینکه تو صف وایسن برن داخل. بدونین چقدر به جزئیات توجه کردم، مثلا اون غذاش اونجاه.
少しだけでどうぞ。ありがとうございます。皆さんは1番と2番にはい、カチューシャだけ準備してください。まだ立ち上がったり手足をالان اینجا یه قسمت دیگه شه ما از اون بالا اومدیم بعد ببینیم مثلا چقدر بامزه که همه چی رو همین شکلی درست کرده یعنی با دیزاینش مثل آبیه همه چیش هم شبیه دیزاین آبی این چقدر بامزه است. اونجا هم که یه دونه انگاری چاله آبی داره. بعد اینکه مثلا یه فروشگاهشه که از این چیزای دیگولی میگولی میفروشه دقیقاً با همین تم زیردریایی و اینجور چیزا. خیلی بامزه است. اینجا هم فضای رستورانشه. من از این ساندویچ گرفتم سوسیس بعدش اینکه دونه 600 ین برای اینکه یه تبندی کنیم بعد بریم سراغ این بازیای آبی. ما میخوایم بریم الان اونجا اونو سوار شیم. من موقعی که قصد کردم برم اونجا هیچ صفی نبود. الان ببین چه صفی شده. اصلا نمیدونم بازیش چیه. بریم ببینیم چه خبره. اینجا فکر کنم واسه آرزو هسته که رو بزن. بهتر شد. چقدر بامزه درست کردن دقیقا شبیه سفینه دریاییه. کنیچیوا. 奥の席までですね。はい。قراره کجا بریم نمیدونم.最後までしっかりと座ってお楽しみください。خیلی بامزه است. واقعا رفتیم زیر آب ماهی ها رو. وای خدای من. 5 minutes later. من تازه متوجه شدم ما نرفتیم واقعا زیر آب. من حالا فکر کردم رفتیم زیر آب. اینجا یه کاری کردن که توی از شیشه ها آب میاد بیرون انگار که ما زیر آبیم.
دیگه وایسادم. اینجا صفش خیلی طولانیه، باحاله. ببینیم که چجوری میشه. و یه چیز خیلی بامزه اینجا اینه که کارکنانش خیلی مهربونن. مثلا اگه ببینن داری عکس میگیری تنهایی مثلا بهت میگن که میخوایم ازت عکس بگیری، یا اینکه مثلا همیشه با روی باز بای بای میکنن باهات. اینا خیلی بامزه است به نظر من. حالا اینجا هم صفحه 100 دقیقه است و ببینید صفحه تا اونجا صفحه. ببینیم که چجوریه. این بازی آبیه که رفتم خیلی هیجانش کم بود ولی بامزه بود. ببینیم اینجا چجوریه. بعد از صف‌های طولانی رسیدیم تازه به این قسمت. بوی علف میاد. برگشتیم دیزنی. اینجا خیلی باحال بود، خیلی خوش گذشت. مثلا توی علفزارا که میرفتش بوی علف میومد، توی تاج محل که رفت یه عطر باحال محلی اومد، توی جزیرهش خیلی حال داد، واقعا عالی بود، خیلی خوش گذشت. تجربه خوبی ارزش داشتش که اون همه صف وایسیم به خاطرش. اینو نگاه کن چقدر خفنه. وای وای وای. ایوه بریم همین. این 360 درجه هم میچرخونه یا خدایا. من از دور 360ش میترسم و احساس میکنم بالا سکته میکنم. بریم مریم نه مریم ریلکس. من الان تپش قلب میدونم چون قلبم الان گرفته. این راهه ولی این میره بالا میچرخه. مثلا فضا رو یه جوری برامون درست کردن که نترسیم. بعد وقتی که میخواد این 360 رو بزنه اینه که این تکون میخوره میره پایین. یا امام هشتم بایده بودن دوباره میخوام برم. وای خیلی خوب بود آقا، خیلی 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 خوب بود. به من دیگه دهنم خوش شد، از ترس داشتم سکته می‌کردم ولی خیلی باحاله، خیلی 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 باحاله. واقعا دارم میخواد دوباره تو صف وایسم دوباره باشم. موهامو اشتباه کردم از اول این همه ترسیدم. ببین ترس داشتم، خب واقعا دهنم خوش بود آخرش هم پیاده می‌شدم، ترس داشت ولی خیلی حال داد، هیجانش خیلی، مخصوصا اون دیگه که اینطوری چرخید من احساس کردم مثلا اینطوری هم که کلا نیست. خسته ترینم. بریم تو صف وایسادیم
بعد اینکه بعدم اینجا غذای درست حسابی نداره، یه چند تا غذای معمولی خوردم. کلی روز وایسادیم خسته و کوفته. هنوزم حتی نصف بازی اینجا امتحان نکردیم. تا حالا چند تا بازی رفتیم ولی خیلی خوش گذشته. الان دوباره تو صفحه بازی دیگه ایم. اینم بازی کنیم ببینیم که چطوری میشه. از این قشنگی های اینجا این آقا هست کچله ولی چرا بر نمیگرده؟ خدای همه چیز سخته. میلاد ما همون نمیگرفتیم. به لباس های کسایی که اینجا هست و هر قسمتی فرق Mr. Scarbo, ancora secondario o 切るかわからないよ。だから、よくやった。あとは自分たちで切り抜けるか。Amigas, ¿para qué saben qué será? ¿Sobre eso dónde? Señor, ¿está bien? و یه چیز خیلی بامزه که اینجا خیلی دیده میشه این مدل‌های دستشوییشه که خیلی متنوع است. مثلا اینجا چون سبک استواییه دستشوییش هم این شکلی ساختن. خیلی بامزه است. مثلا این مغازه‌هاش سایت‌هاش این مغازه‌ها نگاه این ماهی‌ها رو آویزون کردن که مثلا ماهی فروشه. واقعا خیلی خوش می‌گذره. باید هر 2-3 ماه یه بار بیای بتونی هی جای مختلفش رو ببینی چون خیلی بزرگه ولی خیلی آدم خسته می‌کنه. برم که آبه من قبلا توی اون ساختمون رفتم و اصلیش خیلی ترسناک بود. الان بازم این سری با بچه‌ها می‌خوایم امتحان کنیم بریم. منم که خیلی خوش میاد. اضافه‌اش خیلی زیادم. من نمی‌ستم تمام.
من واقعا خوششانسم. اون سری اومدم هوا خیلی چیز بود، هوا طوفانی بود، آتش‌بازی نکردن. حالا این سری هم میگم به خاطر هوا این کار نمی‌کنیم، ولی خب هوا خیلی خوبه به نظرم. بعد اینکه الان فقط یه چیز گرم بخوریم و یه ذره رفرشی برگردیم خونه. آی سلامم واقعا نگرفت خاطر این. اینجا هم کلی از عروسک مروسک‌های دیزنیه. دیگه الان تموم شده همه چی و دارم برمیگردم. من از صبح ساعت 8 صبح بلند شدم، همینطوری یه سر سرخم الان ساعت 9 شب دیگه تموم شد. آتش بازی هم که اجرا نکردن چون من خیلی بچه‌هام و یه بار دوم میام توکیو دیزنی سی، ولی آتش بازی نمی‌کنم. دیگه الان منتظرم که قطار بیاد و اتوبوس بیاد و برم منزل. چی؟ له چیه؟ من دیگه هیچ کاری برام نمونده بچه‌ها، ولی خیلی خیلی حال داد، خیلی خوش گذشت. دلم میخواد که بازم بیام. حالا سری بعد که اومدم میرم دیزنی لند. شامم ندارم.